سلام، به برنامه راه خیلی خیلی خوش آمدید. یادتون میاد اون اوایل که سیستم تلفن همراه در ایران راه اندازی شده بود چقدر برای هممون جذابیت داشت؟ اون موقع شاید کمتر کسی فکر میکرد که این دستگاه فقط یه تلفن نیست، میتونه کارایی خیلی زیادی داشته باشه. اما امروز همین تلفن همراه که موجبات رفاه همه ما رو فراهم کرده باعث نگرانی هم شده. الو، چی؟ برم تظاهرات؟ فتنه، میخوای منو گمراه کنی؟ است؟ امروز میخوایم درباره مضرات این پدیده استکباری صهیونیستی یعنی تلفن همراه یه بحث آزاد داشته باشیم. الان همه مسئله هامون حله، فقط همین یه دونه مونده. تو نمیتونی ما رو از ولایت جدا کنی. ها 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 ها. خوب بود؟ ببینیم آیا واقعا تلفن همراه به عنوان یک معضل میشه بررسیش کرد؟ آیا تلفن همراه معضلاتی به همراه داره؟ تلفن همراه استفاده اصلیش ارتباطات، همونطور که گفتین، اما خیلی از ماها همونطور که گفتن دیگه شده خواب و بیداریمون، یعنی تمام برنامه‌های روزمون و تمام کارهای روزانه‌مون رو داریم با تلفن همراه انجام میدیم. بابا عجب صحبت آزادانه‌ای کردی خانم. واقعا تلفن همراه ما رو ارتباطاته؟ منو بگو، تا حالا ازش به عنوان گوشگوب استفاده میکردم. اصلا این تلفن همراه خواب و بیداری ما رو گرفته. میخوام بخوابم میذارم زیر سرم جای بالش، صبح باهاش مسواک میزنم، موهایمو شونه میکنم باهاش بالا پایین، اصلا همه امور روزانه منو گرفته. آقای دکتر، من یادم 10-12 سال پیش با ورود این تکنولوژی به ایران همه خوشحال بودن از اینکه از این پس دیگه میتونیم در دسترس باشیم یا دیگران رو پیدا کنیم از طریق تلفن همراه. اما الان یک دغدغه شده برای همه، ناراحت کننده است که من در زمان آرامشم، زمانی سر کلاس درس هستم، در محل کارم قرار گرفتم و یه جایی که دوست ندارم ارتباط تلفنی داشته باشم، به ناگاه تلفن من زنگ میخوره. به نظر شما چیکار باید کرد؟ واقعا شما یکی از مشکلات بغرنج و لاینحل جامعه جهانی رو مطرح کردید. چی فکرشو میکنید؟ البته چیزی که به ذهن من میزنه اینه که شما باید برین پیش یکی که کار با تلفن و همراه و بلده، بعد ازش بپرسید این دکمه خاموش کردن این کجاست که دیگه هر جا زنگ نزنه. ولی واقعا سوالتون خیلی واقعا اون وقت فکر کنم دیگه آرامش به زندگیتون برمیگرده. دکتر شایانمهر، تلفنی که قابل حمله چه تأثیری میذاره تو روابط اجتماعی و بافت جامعه؟ حالا هرچی تلفن تو دنیا هست تا جایی که من میدونم قابل حمله، مگر اینکه شما منظورتون چی باشه؟ باجه تلفن باشه که اونم باید 3-4 نفری گرفت زیرش بلندش، این دیگه چیزش. اما اینکه چه تأثیری رو بافت اجتماعی داره، این دیگه بستگی داره به کامباش. بستگی. یا شما انواع کامبا میتونید استفاده کنید، موهر داریم، نایلون داریم، کریستال داریم، پلی استرش هست، بستگی داره. اما البته الان میدونید که مد کشباف و جودون است. حالا دیگه شما هر کدوم خواستی میتونی استفاده کنی. تلفن همراه شما میتونه نرم افزارهایی داشته باشه که دارد الان بچه‌ها در سوئیس، سوئد، در ژاپن دارن از تلفن همراه استفاده میکنن. میتونه این یک طرفه باشه، میتونه خیلی از امکاناتی که روی تلفن شما هست اون امکانات رو نداشته باشه. احسنت. به این میگن کارشناس جمهوری اسلامی در زمینه تلفن همراه. تو آخرش یه مینی ولی فقیه همراه میشی. احسنت. ببین چی گفت تلفن همراه باید یه تلفنی باشه که نه کسی بهت دیلینگ کنه نه تو بتونی به کسی چی دیلینگ کنی. وای به روزش که بقای بلوتوث و اس ام اس و نمیدونم عکس و مووی و لو بلو جیم بلو. آقا خودشو تو سوئیس و سوئد بچه‌ها دارن. شما دقت بفرمایید تو این کشورهای سوئیس و سوئد چقدر تظاهرات میشه، چقدر فتنه است. شما یه عکس ازش میبینی. اما حالا تو جمهوری اسلامی همینجوری زرت شده گالری عکس و بلوتوث علیه نظام. باریکلا آقای کارشناس. زمانی که شما تلفن همراه رو به فردی واگذار کردید، حالا بچه 14 سالتون، دختر دانشجوتون یا هر کسی دیگری، این میشه جزء حقوق مدنی اون فرد. شما حق تجسس، جستجو، کنجکاوی در امر شخصی دیگران رو نمیتونید داشته باشید. هیچ
چقدر بی جنبه چقدر بی جنبه تو. پس 2 تا کلام ازت تعریف کردن دیگه. خراب کردی. تجسس نمیتونی بکنی چیه؟ مگه اینجا سوئد یا سوسیسه؟ جمهوری اسلامی تا تو جزیره لانگرهانست هم که جنبه معدتت شنود گذاشته. آقا رو کی نکنه تو هم بهت بلوتوث زدن نفله. حالا ما هیچی نمیگیم. آقا اصلا طرح درست استفاده کردن از تلفن همراه تو مجلس شورای اسلامی اومده طرحش. یکی از نماینده هم نحوه درست استفاده از تلفن همراه فرستاده برامون. الان همونو به صورت عملی نشون میدیم همه بیننده هم ببینن. آقا نشون بده اینو. مهدی جان نمی آیی تا ببینی آنان که امام و انقلاب را مانع ظهورت می‌دانستند امروز چگونه امام شناس و انقلابی شدند و از سابقون و مقربین امام را هم در خط امام نمی‌دانند. دیدی خیلی معقول بلوتوثشو میفرسته، نه برای خودش نه برای نظام جمهوری اسلامی، اصلا ضرر نداره. کاش هرچی تکنولوژی پیچیده تر میشه سطح فرهنگ استفاده هم بالاتر بره. کاش در کنار اینکه لذت میبریم و افتخار میکنیم که بچه ما چقدر باهوشه و میتونه خودش رو با تکنولوژی روز وفق بده، در جمع خانوادگی کمی هم درباره مضرات دنیای ارتباطات با فرزندمون صحبت کنیم. کاشکی رو کاشتن از توش مقام عظما در اومد. نتیجه‌ای که از این برنامه میگیریم اینه که نظام جمهوری اسلامی با این همه اهن و طولونش حتی تحمل یه تلفن همراه دوزاری رو هم نداره. با تشکر از همکاریتون.